گفت تلافی اون امروز در خونه از این گرفتن، از شما گرفتن. گفت چطوری؟ گفت اون بنده خدایی که آب تحویل میداد امروز مشم گرفت. اگر امروز نشه فردا میشه. با ناموس مردم بازی نکنید، نه دختر مردم، نه زن مردم. ببینید پیغمبر علیه السلام میفرمایند شیطان، ابلیس که جنود و سپاهیانی دارد، تخت پادشاهی خودش رو در دریا میزند، پادشاهی جنیان و شیاطین میکند، به سربازان خودش دستور میدهد که برید مردم رو اغوا بکنید، بفریبید. برمیگردن از مأموریت، ازشون سوال میکنه چه کردید؟ یکی میگه من فلانی رو تحریک کردم، تا مشروب خورد، تا فلان کرد، تا دزدی کرد، تا بهمان کرد. یه نفر میاد میگه من کاری کردم که میان زن و شوهر به هم زدم، زندگی خانوادگی رو از هم پاشوندم. میگه بیا تو کار ارزشمند رو انجام دادید که یک خانواده رو از هم پاشوندی. برای چی؟ وقتی دو نفر از هم جدا بشن چنان دلتنگی، گرفتاری، درد سر برای افراد گوناگون تو جامعه ایجاد میکند. چگونه یه انسان مؤمن بیاد از طریق SMS، پیامک، تلفن همراه با زن یه مسلمان ارتباط برقرار بکنه که بعد از اون شوهر بفهمه و زندگیشون به هم بخوره و طلاق بدن، گرفتاری پیش بیاد. ولی قاعده جالب و زیبایی داریم عزیزان. این آخرین نکته و توصیه هست، قاعده حدیث پیغمبر علیه السلام: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان نمی آورد و ایمان انسان کامل نمیشه مگر آنچه برای خودش دوست داره برای مسلمان دوست بدارد. آیا همون مرد، همون جوون، هر کی باشیم برای خودمون دوست داریم یک لحظه قبل از اینکه پیامک بدید تماس بگیرید با زن مردم، با ناموس مردم، با دختر مردم، یک لحظه فقط غیرتمون، حیثیتمون، انصافمون، دینمون، وجدانمون در ترازو بگذاریم؟ آیا من که میخوام اقدام به چنین کاری بکنم اجازه میدم که شوهر این زن یا برادر این خود دختر یا پدرش با زن من، اگر زن دارم، با خواهر من، با دختر من همچه تماسی داشته باشه که بیاد به عنوان دوست، به عنوان رفیق پیام بده و یه وقتی نمیدونم حرفهای رکیک بزنه با زن و دختر و خواهر من؟ اجازه میدم؟ به هیچ عنوان. جوونی اومد خدمت پیغمبر علیه السلام عرض کرد که یا رسول خدا علیه السلام، تکالیف دینی همشون برای من هموار و آسان است انجام دادن اون، اما یه مشکل دارم، یه بیماری دارم. این بیماری من اینه که نسبت به فحشا، یعنی رابطه نامشروع، هر چه تلاش میکنم نمیتونم ترکش بکنم. یعنی ترک زنا، میل و رغبت شدید نسبت به زنا داشت اون جوون. پیغمبر علیه السلام چقدر زیبا علاج و درمان کرد. صداش داد ای جوون بیا نزدیک. اومد نزدیک گفت ای جوون، آیا دوست دارید که همین ارتباط زشت نامشروع که زناست که میل دارید با زنان و دخترای دیگه برقرار بکنید، آیا دوست دارید کسی با مادرت این کار بکند؟ تا اسم مادرشو برد. جوون رنگش تغییر کرد. ناموس دیگه، حیثیت کدوم جوون به خودش اجازه میدهد زیر زمین بره؟ براش بهتر است اینه که بشنود کسی با خواهر، دختر، نمیدونم خاله، عمه و مادرش و همسرش ارتباط نامشروع برقرار کرده، حتی از طریق مکالمه، از طریق تلفن همراه و پیامک دادن. جوان رنگش تغییر کرد و پرید، گفت نخیر. پیغمبر فرمودن علیه السلام دیگران هم دوست ندارن. به همین صورت تک تک فامیلا اسم برد، گفت با دخترت، با خواهرت، با خاله‌ات، با عمت. هر بار جوان رنگش تغییر میکرد و میپرید و میگفت نخیر. پیامبر فرمودن علیه السلام با هر زن و دختری که بخواید ارتباط برقرار بکنید، اونا هم پدر دارن، اونا هم برادر دارن، اونا هم فرزند دارن، اونا هم دوست ندارن، اونا هم غیرت دارن، اونا هم وجدان دارن، آبرو دارن و حیثیت دارن. یه دستی رو سینه جوونم گذاشت، بهش دعا کرد که اللهم اغفر ذنبه، طهر قلبه واغفر ذنبه و حسن فرجه. خدایا دلش رو پاک بکن، گناهش رو بیامرز، عفتش رو حفظ بفرما. جوون میگه وقتی از خدمت پیغمبر رفتم علیه السلام تا اومدم زمین تا آسمون تغییر کردم. وقتی اومدم چنان میل و رغبت به این عمل زشت داشتم، اما وقتی رفتم چنان متنفر بودم که فکرش نمی کردم. پس زندگیمونو با دقت پشت سر بگذاریم. اگر امروز کسی نفهمه، اگر امروز کسی کنترل نکنه تلفن‌های همراه، کرام الکاتبین همراهمون هستن عزیزان. روز قیامت یوم تبلی السرائر است، پرده ها برداشته می شود. کجا بریم؟ به کی پناه ببریم؟
پناهی جز خود الله نیست که پناهمون بده. همینجا بیایم حساب و کتابمون رو دقیق بکنیم و با ناموس مردم بازی نکنیم، با جان و مال مردم بازی نکنیم که خداوند به هر نحوی کسی که خیانت بکند در همین دنیا قبل از آخرت حق رو از او خواهد گرفت. امیدوارم که خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم انشالله اونگونه که شایسته هست از عمرمون کمال استفاده رو برده باشیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم واستغفروه انه هو الغفور الرحیم جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین.